هی چه خبر؟ اسم من هست کیودی پای. فرنود کیست؟ فرنود شوشول. فرنود شوشول یکی از انگیزشی های موفقه که توی توسعه فردی بهتون کمک میکنه. این شخص کلش کچله، مانند جانی سینز، خوشرو، خوش برخورد. چهره رو نگاه کنید. آیا این قیافه واسه تون جذابیت نداره؟ شما منو کچل تصور کنید، ببینید چقدر توفی میشم. من کچل کنم ته شبیه محسود بشه. باره جاکش من دیوز. میخوایم بریم سوژه های فرنود شوشولی رو ببینیم. این آقا لقبش رو گذاشته فرنود شوشولی. لایک و کامنت و سابسکرایب فرمایید رفقا. میخوایم ویدیو رو شروع کنیم تا خداوند شما را به راه راست هدایت کند. خدا گفتی؟ فقط خودم. Shut the fuck up من نگو من خودم. اونایی که شک کردین به خداییم یا انترین یا از نژاد بوزینه. اگه تو خدایی پس خدا بنده میسازه ولی شیطان برگزیده و ما برگزیده ایم. تو بیا کیر من اینجا بخور. بچه مدل موام دوباره عوض کردم. یه سری توی میگین من با مدل موهای جدیدم من بیام اینا رو میام دیگه. کیودی پای جدیدم میاد. ما چند تا کیودی پای داریم. یه سری دوست دارن یه سری دوست ندارن دیگه. ببخشید اگه من کامل نیستم براتون. خیلی هنوز من با اشخاصی مثل یوتیوبر رو مقایسه میکنم، کسایی که با جلف بودن میان بالا. ولی واقعیت اینه که من اصلا یوتیوبر نیستم. اصلا هم تلاش نمی کنم که یوتیوبر باشم. تو یوتیوبر نشو، پر رستار شو. به پول یوتیوب نیازی ندارم. $300 مگه چقدر میشه؟ با کله برو تو ناز سرین و کمکت میکنم که به زندگی ایدئالت برسی. میدونم که مثل همیشه میخوای مسخره کنی ولی نه مسخره نمیکنم آقا. 2 سال دیگه به همین ویدیو میرسی و میبینی نه فرنود راست میگفت. من همیشه راست میگم. من مثل یوتیوبر دیگه با جلف بازی نمیام بالا. بهت فوش نمیدم. ارزشت بالاتر از ایناست. یه شخصیتی داری، یک پتانسیلی داری. پس من حق اینو ندارم که بهت بی احترامی کنم. پس برس به زندگی که میخوای و اهدافی که میخوای بهشون برسی. چه اهدافی میشه راهنمایی ما کنید؟ مثلا چه کاری بکنیم بعد این ویدیو؟ یک چیز یاد گرفته باشی. اهداف شما چیه؟ مثلا شما چی کار میکنی آقا فرنود که ما باید به اهدافمون برسیم؟ مثلا یوتیوبرها مثلا طرف هدفش یوتیوبر شدن. یوتیوبری مثلا بذاری کنار، یوتیوبری ادامه نده. یوتیوبر شدن هدف نیست مگه؟ خودت چرا یوتیوب ویدیو مثلا میذاری آقا فرنود؟ به پول یوتیوب نیازی ندارم. آره واقعا یه سری هستم و جلف بودن میام بالا. طرف من زنشو میاره پرنک درست میکنه و کسوشره مختلف. ولی کسایی مثل کیودی پای یا نگو. یه وقت نبینم دهنت گفتین اینم کیودی پای اینا. ما واقعا با جلف نیستیم آقا. ما گفتیم چندین هزار نفر چقدر اومدن از ما دارن همینجوری ایده میسازن از ویدیوهای قبلیمون. چون این ویدیوهای قبلیمون دیگه کم ویو میخوره دیگه. آقا چند سال پیشه میان اسکی میرن ماینکرافتمون رو میان برمیدارن. چقدر این بهمن رو آوردیم مشهورش کردیم معروفش کردیم. چقدر دست داشتیم تو پیشرفت میم و این کسوشر ولی نمیان اسم ما رو مثلا بیارن که معروف تر از اینا بشه. مهمم نیست. ما که داریم ویدیوهامونو میذاریم. مثلا من نگاهم نمیکنم، باور کنید نگاه نمیکنم که چند تا بازدید میخوریم، چند تا فقط کامنتا رو میخونم. اصلا زیاد اهمیتی نداره واسم که ویو چقدر میخورم و اینا. فقط کامنتاتون رو فقط میخوام. کامنت بذارید، سابسکرایب اینا فراموش نشه. فرنود بعضیا میگن پول نداریم. پولی نداری طبیعیه، چون هنوز سایت ما رو نشناختی. سایتی که میتونی باش میلیون ها پول در بیاری. در گوگل سرچ کنید میلاد عابدی. ببینم در گوگل سرچ کنم میلاد عابدی. سایتت هم باز نمیشه. آها باز شد. کمک به رشد مالی شما میلاد کریپتو. آقا بیا سمو نگاه کنید. خدماتش چیاست؟ مدت زمان پاس کردن. What the fuck دلاری گذاشتی؟ مدت زمان پاس کرد حدود 1 با حد ضرر 5%. 40 میلیون تومن گذاشت. فرنود شوشولی چه خبره جاکش؟ 40 میلیون 60 میلیون. ما یه دونه لباس تو سایتمون داریم کمتر از 1 تومنه داریم میفروشیم. بقیه هنوز دارن میگن که چرا کیودی پای سایت زدی بعد 8 سال کار تو یوتیوب. گایدن ما رو. یعنی ما از اینم کمتریم. دوره گذاشته برای خودش. چه قیمته فرنود شوشولی؟ بریم آقا بعدی. یادم موتورم به حدود 3 ماه توقیف شده. اما 3 ماه موتور پیاده با پاهای تاول زده و زخمی میرفتم باشگاه و
الان قدردان اون اتفاقی هم که واسم افتاد. ابروهاتو بخورم. نیستم راجبش. اتفاقا خوشحالم که اتفاق افتاد. بعد نگاه میکنم آدمایی که میگن گی. چرا خوردم خنده؟ چرا لبی اوه خیلی خوبه. داریم چیزی فادشو ببینیم. ولی این چیه؟ نمیدونم چرا هیتر قیافه ندارن. راست میگه این. راست میگه. من اینو 100% مطمئنم هیتر چرا واقعا قیافه ندارن. ماها جذاب و خوشگل ولی هیترها تخمی و کسچر. باریکلا شعر خوبی بود. خوب در اومد. خوب در اومد جمله. ماها جذاب و خوشگل، هیترها همون چیزی که گفتم. دیگه الان تو مغزم نیومد. همون دیگه. یهو واسه ما یه چیزی میاد تو ذهنمون دیگه. بخوایم فرنودی بگیم بریم بالا. من به حقم تو یوتیوب نرسیدم. چون حق من اینجا نیست. حق من در جهنمه. جهنم فکر نکنید بچه‌ها بده ها. جهنم ما مثلا وارد جهنم بشیم شعله ها ما رو نمیسوزونه که. بریم ما سجده نمیکنیم. اینجوری مثلا بگم اون جهنمی که آره ساخته شده خیلی بده. کلی داریم میگیم. فرنود جون بعد بیا با من مصاحبه بگو یه چند تا چیز بهت یاد بدم. مسواک زدم واقعا واسه من دشوار بود اون تایم. 14-15 سالگی. اینکه شب میخوای بخوابی مسواک بزن. الان میزنی؟ صبح میخوای بیدار شی باز با مسواک بزنی. و واقعا یه چیز اگاری قول مرحله آخر بود واسه من. مثل اینکه الان دیگه مسواک میزنه. بذار ببینیم دندوناشو. نه دندوناش سفیده. دندوناش سفید و مرمر. ببین بچه دندون سفید و مرمرشو نگاه کن. فرنود قبل از کچلی. این چیه؟ Shut the fuck up, bitch. I have a great body that فرنود نه you کچلیش خیلی اباحت داشت. body. نه اینطوری خوب Same نیستی. body. واقعا So shut the fuck کچلیش up, یه bitch. چیز دیگه بود. اونجوری حداقل مثلا کلهش میتونستی اینجوری ماچ کنی. آخ 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 آخ. مثلا وقتی حس میکنم فرنود دیدم کلهشو ماچ میکنم، کله کچلشو ماچ میکنم، یه حس آدرنالین تو مغزم ترشح میشه. ولی با این مواد خوب نیست به نظرم. فرنود چجوری؟ همون کچل خیلی بهت میاد. خوب خودشو درست کرده به نظر من. بعد فوشاشو ببینی. Shut the fuck up, bitch. هوا سرده نمیتونم برم بیرون ورزش کنم. جملات هوا گرمه نمیتونم. دیگر فرنودو گوش کن. گی. آخ آخ دارک بودا. فرنود حق گفت. ما آدما فردا صبح از خواب بیدار بشیم بله. ارزشش بیشتر از اینه که 100 میلیون تومان پول بگیریم تو یک شب، 10 میلیون تومان، 10 میلیارد یا 1 میلیون دلار. و سلامتی از همه مهمتره. خب خودمونم می‌دونستیم نیازی نبودی که شما به ما بگید. ما که این خودمونم میدونیم بگه پوریا پوشکیم که اینطوری فکر کنیم. اول پولدار بشین بعد سلامت. اونا مسخره سلامتی از همه مهمتره. خب دیگه چیز طبیعی نیازی نبود که شما به ما بگید. نه خوبه بچه خوبیه واقعا. بچه حال میکنم باش. نمیدونم چرا خوشم میاد ازش. جدی میگم. Yeah, impossible. Yeah, absolutely. It's impossible. I know. Yeah. You must understand it. چی صحبت انگلیسی صحبت میکنه بچه‌ها فرنود؟ Sure. انگلیسی بلد هستی؟ My life is the best. Life is the best. باورم World is the best. نمیشه. Proof is the best. تو سال God 2025 is مگه میشه perfect. کسی انگلیسی Very اینقدر راحت cool. صحبت کنه And بچه‌ها؟ wonderful, powerful, first on the planet. چقدر با کلاسی آخه تو؟ That's it. So خندهاتو very perfect. بخور Okay, check the milk. Okay, it's finished. And number 2, my اون چیه؟ eat after gym. Yep. Bulking. I love bulking. Bulking is the best for me and best for always. Oh my god فرمود چقدر اصلا باور نکردنیه. چطوری تو انگلیسی ها اینقدر مثل آب خوردن صحبت میکنی؟ لعنتی این انگلیسی صحبت کردن خیلی سخته ها. ولی آقا اینو به نظر من فرنود چجوری بعد زیرنویسش هم برای ما فارسی زبان ها میذاشتی. زیرنویس فارسیش هم لطفا بذار. باشه اینم بگم که حواست باشه چون ماها این انگلیسی نمیفهمیم.
برامون سخته. خب میفهمیم اصلا نگاه مو به تن آدم سیخ میشه. اصلا اولین باره دارم فرنود این شکلی میبینم. نگاه کنید چقدر غمگین نگاه میکنه. خوشتیپو میشینن چیکار میکنن؟ میشینن دنسای دخترها میبینن. این آدم ها واقعا عقلشون رو از دست دادن. از ادراتیت آقا با ادراتیت آقا چیزاشو دیده بودم. مثلا یه سری از این جملات انگیزشیشو ادراتیت جایی داره، یه قسمتی داره قیافه‌شو واسه عجیب غریب میکنه، میگه میرن نمیدونم به دختر اینطوری پیام میدن قیافه‌شو اینجوری بکنه. اینم داره یه جای درست قشنگ فاز ادراتیت گرفته، ولی به نظر من از ادراتیت هم بهتره، جذاب‌تره، خوش‌تیپ‌تره، شوشودی‌تره. فکر کنم اپایی مثل اینستاگرام و تلگرام نه اینستاگرام وجود خارجی نداشت و ای که بیرون میدیدی خب اینستاگرام نبود که آیدیشو بگیری بهش پیام بدی و فقط نمیدیدیش. اون چیزی که درون اونو میدیدی داخل این حوزه اینستاگرامی نیست که پیجشون پابلیکه و 1000 تا عکس از خودشون میذارن. فرنود جون میگم کلا فارسی تا هم میتونی خورده زیر نویس کنی واسه هم من بعضیاشو متوجه نمیشم. خیلی بالای دکترا صحبت بکنی. اصلا فهمیدین چی گفت آقا؟ ای که بیرون میدیدی خب این اینستاگرام نبود که آیدیشو بگیری خب بهش اینستاگرام نبود. خب این که طبیعیه ما خودمونم فقط نمیدیدیش. اون چیزی که درون اونو میدیدی داخل این حوزه اینستاگرامی نیست که پیجشون پابلیکه و 1000 تا عکس از خودشون میذارن. راست گفت. هر روز ورزش کردن مضر، ریکاوری میخواد، باید 4 تا وعده غذا بخوری در روز، این همه قهوه، این همه آب، نمیشه که یه بدن خوب ساخت. یکم گیه میدونی چی میگم؟ خیلی خوبه آقا. من مثلا اصلا دلم نمیخواد اصلا با حرف من ناراحت بشه فرنود. یه خورده حالا مثلا ما شوخی میکنیم، یکم مثلا حالت فان صحبت میکنیم، ولی دوستش دارم. اونه نیستش که تو کون نره. مثلا دیدین کسی که تو کون من نمیرن، مثلا براتون ویدیو کردم دیدم، گفتم مثلا تو تفسیرامونم یه سری بودن تو کون من نرفتن، تفسیرشون کردم مثلا یا شکایت کردن یا ویدیو رو مجبور شدیم برداریم. این ولی اوکیه. واقعا اصلا حرفو فرنود رو میشنم و به خودم هم فکر میکنم چقدر ما بهمون ظلم شد. دیگران با لایک و ساب زنده شدن ولی من با زخم و استرایک تاج گرفتم. عقده این نیست که بخواد خالی بشه. عقده این نیست که بخواد خالی بشه. بعدی بهت نمیزنم، میگم فست فود نخور، ورزش کن، به سلامتیت برس، زندگی خوبی داشته باش، به خانواده اهمیت بده. ولی فست فود داشتی می‌خوردی یا جایی که مو داشتی؟ مثلا مثال میزنم با دخترا باش. همچه حرفی مگه بهت میزنم؟ مگه میگم برو گوشتو تکون بده. پوچ هستن، مخرب هستن، گوشتو تکون بده. شاید کن. خب نمیگم همچه حرفایی. اصلا تو سنش نیستی که بری با دختر باشی. دخترها بد نیستن، آدم‌های بدی که نیستن. اگه شکست عشقی خوردی، هزار دختر دیگه هست. موجوداتی هستن که اکثرشون گولت میزنن. فقط الان موقعیتش نیست که بری باشون بگردی. حتی رابطه جدی هستن واقعا. موقعیتش نیست. من چند باری رفتم بهشون گفتم میشه خانم لطفا شمارتون رو بدین، ولی اونا منو به تخمشون حساب نکردن. راست میگه، موقعیتش هم بعضی وقتا نیست. کی از فرنود بهتر؟ من دختر بودم 100% بهش گفتم. دقیق یادم نمیاد ولی به تعداد فالوور رو نگاه کردم و به تعداد لایک‌ها. اون موقع فهمیدم که واقعا چه آدمای پوچ و بیخودی وجود داره. چه کسایی رو لایک میکنه، چه کسایی رو فالو میکنن. اینو من چند ساله دارم میگم بابا. و البته تک تک فالوورها، تک تک اون لایکا آدمایی هستن که مخرب و فرنود باید میلیونی شود. میدونی چی میگم؟ بچه همین الان برید فرنود فالو ساب هر جا که هست برید همه جا رو بکنیدش.
فرنود آقا واقعا این فرنود تو این کله کچلش یه چیزی هست، یه چیزی داره ولول میخوره. من دوستت دارم ولی پول ندارم. خب یکم گیه. اون چیزی که درون اونا میدیدی داخل این هرزای این اینستاگرامی نمیبینی. میشینن دنسای دخترها میبینن. این آدم ها واقعا به کی میخندی فرود؟ به دیوار خالی؟ کسایی که دوستشون که مثلا ما حس کنیم کسی بغلت نشسته، استودیو داری، چیزی نیست که نتونی بخری، چیزی نیست که نتونی باش مقابله کنی، معامله کنی. و فرنود یه جوری رفتار میکنه که مثلا ما فکر کنیم که آره مثلا پشت دوربین چندین نفر وایسادن، پشت عوامل پشت صحنه هستن، مثلا یه 10-20 نفری پشت صحنه نشستن. یکی میخنده یه جوری اصلا انتظار داره از اون پشت یه چند تا صدای خنده بیادش. ولی فقط خودش رو تخماش. حالا که بحثش باز شد بذار کامل بگم. بگوز. تمام تنفرایی که نسبت به من میاد فقط تو آنلاینه. توی دنیای واقعی من هیتی واقعا دریافت میکنم. چون البته طبیعی هم هست، چون نظر من راجع به یه مسئله منفی گفته میشه داخل ویدیو و اینو خیلی بد قضاوت میکنم. مجازی منفور طبیعیه. هر فردی که ولی بیرون داخل دایرکت با من صحبت میکنه بعد مشهور و 10 دقیقه نظرش عوض میشه. همه با انگشت نشانت میدن داخل بیرون باید عکس میگیرن. من پای صحبت بودم داخل یه کنفرانس خیلی مهم بودم. کنفرانس چی؟ کسی رو دیدم که میخواد عکس بگیره. برای خروس کنفرانس گذاشته بودی؟ اصلا مهم نیست اون کنفرانس. آدما مهمن، آدمایی که حمایت میکنن مهمن، آدمایی که کمکت میکنن که دیده بشی. هر کسی که الان دیده شده به کمک مردم بوده و اگر ارزش قائل نباشه واسه مردم به نظرم محبوبیت و شهرتت و پولت ارزشی نداره. مو به این تخمم سیخ شد. هی چقدر تو خوب صحبت میکنی. کجا کنفرانس گذاشتی آقا فرنود؟ میشه به ما بگی ما هم مثلا بیایم و کله نازنین توی ماچ بکنیم؟ من میام و الان مثلا این یوتیوبر رو با هم جشن مشن میذارن و چیز میذارن، اینا تخت نمیکنن که منو مثلا بفرستم، چون اینا اونجا تک تکشونو نه کلا کدوم کنفرانسی بگو من اگه من نیومدم. همه یه نخالی دستشونه به نام ویپ. آفرین. ویپ کسچره نداره. نه خوشم نمیاد دیگه. ویپ سیجل خوبه. دودتو هوا کن. چی گفت؟ دودتو هوا کن. هر یه کم این گوشیتو نمیدی بزن با چسب که بره. نه قشنگه خوشگله بچه، اذیتش نکنین، دوستش دارم واقعا. اینجا رو بچه اینو نگاه. فرنود این بار داره خودش آماده میکنه برای کس کردن. البته اینجور که ما از حرفش شنیدیم فرنود بیشتر داره آماده میشه بره چون پسر بکنه. فرنود انگار نفسش رو حبس کرده، این شکمش به زور شکمش داده تو. دقت کنید تو رو خدا آقا. وای چرا من آقا دارم توی ویدیو این میخند، خیلی خنده داره بچه. واقعا من نمیدونم میخندید شما هم یا نمیخندید. یه عکس دیگه از فرنود ببینید الان. اوه چه پیسونه ایشو فرنود مثل پیسون دختر 18 ساله میمونه. مهر سال پیش بازم همونه که فرنود یه خورده فقط نفستو حبس کردی ها. ممات چرا این شکلی فرنود؟ آدم فضایی هستی؟ نه بالا. بریم این جستش هم بچه ببینیم. داره جست میگیره، یه چند تا پارچه هم گذاشته تو شلوارش که حالتشو گنده نشون بده. نگاه کنه کاملا مشخصی چند تا پارچه هم گذاشته که واسه حالتشو گنده نشون بده، بگه که من حالت گنده فرنود شوشول نگید به من. آقا بچه پارت بعدی بریم دیگه. اگه مثلا خوشتون اومد میتونیم پارت بعدی رو بریم براتون، خیلی ویدیو طولانی شد. اگه خوشتون اومد رفقا لایک کنید، سابسکرایب کنید. پارت بعدی هم آقا فرنود میذاریم، خیلی چیزای دیگه هم واسه هست. ولی بچه مسخرهش نکنید، دمش گرم، من واقعا دوستش دارم، عاشقتونم. تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا لایک کامنت فراموش نشه، سابسکرایب زنگوله که فعلا پیس.